دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه از ساره کرف. آقا امروز آمدم با آموزشی که کلا 3 تا از یوتیوبرهای فارسی زبان و حدودا 10 تا از یوتیوبرهای خارجی زبانی آموزش داده بودن و واقعا تعداد کمی آموزش داده بودن و همین 3 تا یوتیوبر فارسی زبان که آموزش داده بودن در مورد این اروری که برای برخی از افراد میده هیچ آموزشی ندادن برای رد کردنش و هیچ راه حلی ندادن. ولی 4 تا از این یوتیوبرهای خارجی زبان آموزش برای رد کردن این ایرور رو داده بودن که واقعا راه حل سختی بود. خودم موقع دیدنش واقعا گیج شده بودم، ولی با 2-3 ساعت این ور اونور کردن تونستم یه راه حل خیلی آسونی برای رد کردن این ایرور پیدا کنم که در آینده به شما میگم. و آموزشش هم چیزی نیست جز آوردن اسکین از گالری به ماینکرافت خودتون که واقعا میشه گفت آموزش خوبیه، چون هر اسکینی که دوست دارید میتونید برید دانلود کنید و از گالری بیارید به ماینکرافتتون. پس زیادی وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. آقا قدم اول برای آوردن اسکین از گالریتون وارد مرورگرتون میشید و داخل قسمت سرچ مینویسید ناوا اسکین و وقتی که اینو بزنید همون اولین سایتی که براتون میاره روش میزنید و وارد سایت میشه. و این سایت چیه؟ این سایت انواع اقسام اسکینا رو داره که بی نهایت اسکینش داخلش میتونید ببینید و خیلی اسکین داره، مثل همین مدنتو که 3 دقیقه پیش ساخته شده و اومده. و این سایت هر چند دقیقه یه بار یه اسکین جدید میسازه و وارد همین در واقع نیو پستش میذاره. و این سایت قبلا میشد به راحتی اسکینا رو داخلش دانلود کنید و رو گزینه باز کردن بزنید و میرفت داخل ماینکرافت به راحتی اسکین می آورد. ولی تازگی ها وقتی که میخواید برید همین گزینه دانلود اسکین رو بزنید، الان من وارد این اسکین مدنتو بشم و برید این گزینه دانلود اسکین بزنید، میبینید که زده بارگیری انجام نشه یا بالاخره یه اروری میده. و فکر کنم به خاطر اینه که داخل کشور ایرانیم و بالا هم میبینید کشور ایرانه، ولی این ربطی نداره، این زبانشه که زبان فارسیه. ولی من این گزینه بالا هم ببینید که میبینید که جیمیله و من چند بار جیمیل خارجی ساختم و باهاشم وارد این سایت شدم ولی بازم انگاری دانلود نمیشه و فکر کنم یه مشکلی پیش اومده. حالا نمیدونم یا ربطش به ایران بودنمون داره یا کلا ایرور رو میده تازگی. ولی من یه راهکار پیدا کردم که راحت میتونید هر اسکینی که داخل این سایت هست یا هر جای دیگه هست رو وارد ماینکرافتتون به راحت این شکل کنید. یکم که همین یکم پایین بیاین از همین اسکین و این ور اون ور، نقشه اسکین رو به ما داده که ما با همین کار داریم. یعنی شما قرار نیست که بیاید این اسکین رو دانلود کنید و از طریق گالریتون همین اسکین رو وارد ماینکرافتتون کنید. نه، شما مثلا یه اسکین رو دیدید باید نقشه‌ش رو داشته باشید که تا وارد ماینکرافتتون باشه. مثلا اگه اسکین آقا تراب اینجا پیدا نکردید میتونید برید سرچ کنید نقشه اسکین آقا تراب داخل گوگل که فکر کنم بیاره، حالا تستش هم میکنیم. و شما رو همین نقشه اسکین نگر میدارید و گزینه بارگیری تصویر میزه و میبینید که به راحتی بارگیری میشه و هیچ اخطاری هم نمیده. و دیگه همین دیگه، با این سایت کاری نداره. و اگرم دیدید اسکین مورد نظرتون پیدا نشد، این بالا گزینه سرچ داره که اینجا خودش هم نوشته چی چیزی از اسکوید گیم و یا میتونید خودتون هم بنویسید مثلا ویلیجر و این برام و هر اسکین. مثلا الان اسکوید گیم بزنیم، این چند تا از اسکوید گیم هستش که خیلی راحت میتونیم همون کاری که بهتون گفتم و برید کنید و نقشه اسکینشو دانلود کنید. و دیگه با این سایت کاری نداریم، میشه گفت دیگه همین، فقط از سایت همین کارایی رو میخواستیم. و وقتی هم که نقشه اسکینتون دانلود کردید وارد ماینکرافت میشید و یکم وای میسید ماینکرافتتون لود بشه بیاره اسکینا رو. و وقتی که دیگه لود شد همین پایین همین اسکینتون یه دونه گزینه رو میزنید و وارد چنین صفحه میشه و یکم وای میسید اینجا هم لود بشه. وقتی که لود شد 3 تا پوینتر، یک عکس نمیدونم حالت چوب همین
آویز میکنید لباسا رو بهش، همونه و میزنید داخل همون. با همین قسمت کار داریم. و برای اینکه اسکینتون رو از گالری به ماینکرافت انتقال بدید، داخل همین عکس روح ماننده میزنید و اون پایین یه گزینه هست که روم میزنید و اینجا گالریتون بالا میاد که روی همین، حالا همیشه یا فقط این بار میزنید و اینجا وارد گالریتون میشه که من این قسمت ها رو تار کنم و میایید همون نقشه همون اسکینتون که دانلود کرده بودید رو روش میزید و وارد ماینکرافتتون میشه دوباره. و اینجا اگه شانس بیارید مثل این گوشی من که سامسونگه، به راحتی میاره که میگه آقا میخواید اسکینتون لاغر بشه یا چاق، که ما همین چاقر انتخاب میکنیم، بهتره دیگه، خوشگل‌تره. و اگه هم بد شانس باشید مثل گوشی من که این ارور براتون میاد، که منم برای همینم یه راه حلی دارم که بریم تو ادامه بهتون بگم. و برای کسانی که تا اینجا ویدیو رو دیدن و رفتن تستش کردن و دیدن بدون هیچ عیب و ایرادی اسکین براشون بالا میاد، ادامه ویدیو دیگه هیچ به دردی براشون نمیخوره، ولی اگه خواستن هم ببینن که من ممنونشونم میشم. میرسیم برای گوشیایی که حالا ارور میدن، حالا نمیدونم ربطش به گوشه یا نه، چون اون گوشی که من الان داخلش رفتم بدون هیچ عیب و ایرادی آورد گوشی سامسونگ بود. حالا خودتون تست کنید ببینید چطوریه دیگه. و الان گوشی که برای خودم ارور میده گوشی شیائمی، حالا شایدم ربطم به مدل گوشیتونم داشته باشه، حالا اینم میذاریم روش. و حالا بگذاریم، حالا هر مدل گوشیتون هر چیز دیگه ای بود، حالا اروری داد، حالا این اروری که الان میاد رو سفر داد، هیچ نگرانی نداشته باشید. شما وارد همون مرورگرتون میشید و توی گزینه تایپش مینویسید کاستوم اسکین پک میکر و اینو داخل دیسکریپشن براتون میذارم که راحت کپی کنید و برید بزنید. و وقتی که اینو بزنید رو همون سایت اول کلیک میکنید و چنین صفحه براتون بالا میاد که یه چیزی باید اون پایین بنویسید که توی دوتا گزینه اول فقط مینویسید ماینکرافت اسکین، یعنی همون نامبر پوسته و نام اسکین پک. و اینم حالا میذارم داخل دیسکریپشن که اگه خواستی کپی کنید و راحت بیاین اینجا پیستش کنید. و نام نسختون هم که حالا اگر هم نمیدونید اون پایین گوشه نسخه ماینکرافتتون نوشته، برای من الان 1.21 و اینجا هم که زده آپلود تصویر روش میزنید و وارد گالریتون میشه که همون نقشه اسکینتون رو که گفتم از همون سایت ناوا اسکین میتونید دانلود کنید رو انتخاب میکنید. مثلا برای من دیرمو انتخاب میکنم. حالا اینا دیگه، اینم آورد قشنگ بدون هیچ مشکلی و اینجا میزه دانلود بسته. و اگر دیدید این ارور رو برای شما داد اصلا نترسید که نمیدونم دانلود نمیشه، سایت خراب و این ور اون ور. فقط لازمه که یه فیلتر شکن بذارید که حالا منم برای شما میگم فست من واقعا خیلی خوبه، سریع وصل میشه. وقتی هم که فیلتر شکنتون رو بزنید روی این قسمت دانلود بسته، میبینید که بدون هیچ مشکلی دانلود میشه. حالا اینجا دوباره این اخطار میاد که شما کافی یه بار یکو حذف کنید دوباره بزنید و این روی این گزینه تایید بزنید که دانلود میشه و به همین سادگی. و وقتی هم که دانلود شد شما به این برنامه نیاز دارید که اسم و عکسش بالای صفحه میاد که میتونید از مایکت دانلودش کنید و شما وارد برنامه میشید. و اینجا بود که اون 4 تا یوتیوبر خارجی به سخت‌ترین روش به شما یاد میدن که چطوری این اسکینتون رو داخل ماینکرافت وارد کنید، ولی من به شما الان ساده‌ترین روشش رو یاد میدم که برای همه انجام میشه. شما در قدم اول وارد دانلود میشید، قسمت دانلود، و دنبال فایل ماینکرافت اسکین میگردید که اگه دیدید پیدا نشد دنبال چنین فایل‌ها رو بگردید که یه حاله زدرنگی کنارشون هست که اینا دیگه ماینکرافت اسکین، دنبال اینطور فایل‌ها بگردید دیگه. اینم پایینش هم زیپ. و وقتی هم که پیداش کردید شما روش نمیذارید، روش نگر میدارید و روی گزینه تغییر نام میزنید و این زیپ با نقطه‌اش رو شما پاک میکنید و تایید رو میزنید. وقتی که تایید رو زدید یک بار فقط روش میزنید، یه بار روش میزنید و گزینه نمایش رو نمیزنید، این کنارش یه فلش هست کنار نمایش، اونو میزنید و ماینکرافت رو انتخاب میکنید. بذار بیاد ماینکرافت رو انتخاب میکنید و رو گزینه همیشه میزنید و وارد ماینکرافتتون میشه. منتظر بمونیم.
وقتی که لود شد شما طبق معمول رو همین گزینه که علامت زدم میزنید و منتظر میمونید اینجا هم بیاد و روی این گزینه سوم که علامت زدم روی این کلیک میکنید و دیگه اینجا لازم نیست که برید داخل گالریتون اسکین بیاره. اینجا این پایین میبینید که اسکین آورده. حالا من قبلا هم یه اسکین رو دانلود کرده بودم دیگه، اون پایین میبینید و این اسکین آورده که میتونید به راحتی ازش استفاده کنید که حالا بر منم بنرش پشتش اومده. اینم بود از این آموزش. حالا امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و امیدوارم که کانال ما رو ساب کنید و لایک کنید و اگرم مشکلی براتون پیش اومده بود، حالا اخطاری، حالا این وسط مسطا بود، داخل کامنت ها بهم بگید که اگه تونستم به شما کمک میکنم تا مشکلتون برطرف بشه. پس تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.